با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه عزیزان و علاقمندان به دنیای سنگ ها و علل خصوص اجرام آسمانی. امروز میخوایم در رابطه با این موضوع صحبت کنیم که دستگاه های سختی سنج بر چه اساس و بر چه معیاری سختی سنگ ها رو مشخص و اندازه‌گیری میکنند. ببینید عزیزان، این دستگاه ها بر اساس میزان انتقال و رسانایی حرارتی که از نوک دستگاه به سنگ وارد میشه در واقع میزان سختی سنگ رو مشخص میکنه. در واقع هر میزان که سختی سنگی بالاتر و یا بیشتر باشد از میزان رسانایی حرارتی فوق‌العاده بالاتری برخوردار می باشد. مثلا بالفرض مثال که سنگ الماس از بین تمامی سنگ ها سخت‌ترین سنگ در جهان می باشد، از میزان انتقال رسانایی حرارتی فوق‌العاده بالاتری نسبت به سایر سنگ ها برخوردار می باشد. در واقع این کارکرد دستگاه ها